جواب این سوال شاید ذهن شما رو هم درگیر کرده باشه که توی قرن 21 به دین نیاز داریم یا نه. برای جواب این سوال میشه گفت اگر نیاز نداریم چرا 84% مردم دنیا به دین خاص خودشون باور دارن؟ این آمار از مرکز تحقیقات پیو در سال 2021 در کشور آمریکا منتشر شده. اگر نیاز نداریم چرا در اروپا حدود 250 تا 360 هزار تا معبد، مسجد و کلیسا داریم؟ با وجود اینکه اون از نظر علمی و صنعتی خیلی پیشرفت کردن و همین که دوران تاریک حکومت کلیسا رو پشت سر گذاشتن. اگر نیاز نداریم چرا با اومدن روانشناسانی مانند فروید که مخالف سرسخت دین بودن و هنوز هم کتابهاشون در اروپا و در دانشگاه‌های مطرح دنیا داره تدریس میشه، باز هم دین در جوامع بشری خیلی خوب نفس میکشه؟ ذهن ما، روان ما برای جواب این سوالها که از کجا اومدیم، چرا اومدیم، چگونه زندگی کنیم و به کجا خواهیم رفت به دین نیاز داره. همونطور که روانشناس معروف آقای جردن پیترسون، نویسنده کتاب پرفروش 12 قانون زندگی، اشاره میکنه که ادیان نظم، معنا و مسئولیت دارن، 3 تا چیزی که برای زندگی یک بشر لازم و ضروری هست. از نظر ایشون زندگی فقط علمی سرد و بیرو هستش و اصول اخلاقی ادیان قرن هاست که آزموده شدن. در طول تاریخ اگر انسان‌ها خواهان پیشرفت‌های علمی و صنعتی بودن، به همان اندازه خواهان پیشرفت‌های اخلاقی نیز بودن. اگر تمدنی به پیشرفت‌های صنعتیش مینازه، به همون اندازه به پیشرفت‌های اصول اخلاقیش و ارزش‌های اخلاقیش افتخار میکنه. ادیان اسلحه و گوشی و ماشین نمیسازن، اما نحوه استفاده از اون رو میتونن بر عهده داشته باشن که جنایت به بار نیاد. با وجود این چرا این همه مخالف دین هستن؟ چرا خیلی از دین انتقاد میشه؟ دلیل انتقاد و مخالفت از دین با وجود دین نیست. اونها با خرافات و ادیان خرافی مخالف هستن. خرافات یعنی چی؟ خرافات یعنی مخالف علم و مخالف عقل. دینی که مخالف علم و مخالف عقل باشه دین خرافی هستش.